ایالات متحده آمریکا از کوشش‌های به راه ماندن مذاکرات صلح سوریه پشتیبانی می‌کند و امیدوار است که آغاز این روند ماهی روان در پایتخت قزاقستان شهر آستانه به نظم و ثبات سوریه زمینه گذارد. روز پنجشنبه در آخرین نشست مطبوعاتی در کرسی کاتب دولتی آمریکا جان کری گفت که حال حاضر جانب‌های جنگ از مذاکرات پشتیبانی می‌کنند. We're all in this together in terms of trying to get to the table in Geneva and find a solution. ما سعی داریم همه را در سر میز مذاکرات در ژنو جمع نموده راه حل پیدا کنیم. امیدواریم که روزهای آینده سرجم در تنظیم مذاکرات آستانه سهم گرفته روند را به حرکت می‌داریم. من با استفان د میستورا و وزیر سرگئی لاوروف صحبت کردم. ما موافقت کردیم که هدف از این روند جمع کردن جانب‌ها در ژنو است. البته این را هم تصدیق کردم که از مذاکرات آستانه انتظارات فوق‌العاده نداریم. Major step forward out of Astana if that takes place. مقامداران بلندپایه ایران هم از نظر جان کری پشتیبانی کردند. علاءالدین بروجردی رئیس کمیته بین المللی و امنیت ملی پارلمان ایران از ابتکار مذاکرات صلح سوریه در آستانه قزاقستان استقبال کرد. هرچند به قول این مقامدار ایرانی دورنمای این روند تا حال روشن نیست. متأسفم که مذاکرات سوری اولین بار نیست که در طول 5 سال گذشته انجام می شود. اون راه حل منطقی به لحاظ تئوریک است. ما به این دلیل از اون استقبال کردیم که یک بار دیگر این شانس را بیازماییم. در یک مذاکرات پیچیده‌ای مانند راه حل سیاسی برای بحران چندین ساله ترکیه نظر واحدی وجود ندارد. این بسیار طبیعی سوریه. ایران یک جایه با روسیه از شریکان کلیدی پرزیدنتی سوریه بشار اسد نام بر می‌شوند که برای در قدرت ماندن او تلاش می‌کنند، در حالی که ترکیه میانجی دیگری آتش‌بس از مخالفین حکومت پشتیبانی می‌کند. مسکو و انکره هفته گذشته آتش‌بس شکننده ای را در سوریه میانجیگی کردند و ایران نیز از آن پشتیبانی نمود. قرار است این آتش‌بس راه را برای گفت و شنید طرف‌های درگیر باز کند. آستانه پایتخت قزاقستان مکان برگزاری گفت و شنیدها انتخاب شده است. در این کشور